انقراض هنگام پدید می آید که واپسین عضو یک گونه می میرد. انقراض حیوانات ممکن است در اثر رویدادهای طبیعی مانند گرمایش یا سرد شدن آب و هوا یا تغییر در سطح دریاها ایجاد شود. اما در دوران مدرن‌تر فعالیت‌های انسانی مقصر بوده است. تخریب زیستگاه‌ها با گسترش زمین‌های زراعتی، قطع شدن جنگل‌ها، افزایش آلودگی یا شکار بیش از حد از عوامل مهم انقراض حیوانات است. این رویداد با گذر زمان مشخص می‌شود، زیرا اطمینان دقیق از نابود شدن یک گونه و پیدا نشدن آن در آینده بستگی دارد. متاسفانه گونه‌های زیاد وجود دارند که نمی‌توانیم برایشان کار انجام دهیم، زیرا کاملا ناپدید شده‌اند و ما می‌توانیم فقط آنها را از طریق عکس بشناسیم. در اینجا ما در مورد 10 تا از حیواناتی که اکنون منقرض شده‌اند پرداخته‌ایم. پس در ادامه با ما همراه باشید. کرگدن سیاه آفریقای غربی. کرگدن سیاه آفریقای غربی در چندین کشور به سمت منطقه جنوب شرقی آفریقا زندگی می کردند. اگرچه آنها با نام کرگدن سیاه شناخته می شوند، اما رنگ آنها بین قهوه‌ای تا خاکستری است. این کرگدن با طول 3 تا 3.8 متر، ارتفاع 1.4 تا 1.7 متر، وزن بین 800 تا 1300 کیلوگرم داشت. آنها از گیاهان و شاخه‌های برگدار تغذیه می‌کردند. این کرگدن‌ها بینایی بسیار ضعیف داشتند و نمی‌توانستند چیز بیش از 30 متر دورتر را به وضوح ببینند. با این حال آنها حس بویایی و شنوایی عالی داشتند. متاسفانه این برای محافظت از آنها در برابر شکارچیان کافی نبود. با وجود بزرگ بودن، کرگدن‌های سیاه غربی می‌توانستند به سرعت حرکت کنند و یا به طرز شگفت‌انگیز تغییر جهت دهند. انقراض آنها عمدتاً به دلیل کشتنشان توسط شکارچیان برای شاخه‌هایشان بود که در بازار سیاه بسیار ارزشمند بوده و در طب سنتی چینی استفاده می شود. آخرین کرگدن سیاه آفریقای غربی در سال 2006 در کامرون دیده شد و در سال 2011 به طور کامل منقرض گردید. دلفین سفید بایجی. دلفین رودخانه چین یا بایجی گونه دلفین آب شیرین بود که تنها در رودخانه یانگتسه در چین یافت می‌شد. نابودی این گونه دلفین نخستین نمونه از انقراض عضو از حیوانات دریایی به دلیل فعالیت‌های انسانی بوده است. آنها چشمان کوچک و بینایی بسیار ضعیف داشتند. با 20 میلیون سال زندگی در یانگتسه، تعداد آنها از دهه 1950 به بعد به شدت کاهش یافت. همانطور که چین صنعتی شد، از رودخانه برای ماهیگیری، حمل و نقل و برق آبی استفاده می‌گردید که تأثیر زیادی بر این حیوانات داشت. از سال 2002 هیچ کس دلفین رودخانه یانگتسه را ندیده است. گزارش‌های انقراض این دلفین در سال 2007 منتشر شد. پرنده دودو. دودو نام یک پرنده بی پرواز و منقرض شده می باشد. زیستگاه این پرنده جزیره موریس در اقیانوس هند بوده است. این پرنده در سال 1681 منقرض شد. دودو متعلق به خانواده کبوتران بود. حدود 1 متر ارتفاع و وزن نزدیک به 20 کیلوگرم داشت. از میوه ها تغذیه و بر روی زمین آشیانه سازی می کرد. دودو ترس از آدم ها نداشت. این ویژگی در پهلوی ناتوانی از پرواز او را شکار راحت برای شکارچیان می ساخت. این باور همگانی است که دریانوردان مالزیایی و اندونزیایی توجه ویژه به دودو داشته و آنها را تنها برای ساختن کلاه که در مراسم مذهبیشان کاربرد داشت می‌کشتند. تنها روایت‌های به دست آمده از ظاهر دودو از طریق تصاویر متنوع و گزارش‌های مکتوب مربوط به قرن 17 است. بنابراین ظاهر دقیق از پرها و رنگ آن حل نشده باقی مانده است. گوزن شمالی ایرلندی. گوزن شمالی ایرلندی یکی از بزرگترین گوزن‌هایی بوده که تاکنون روی کره زمین زیسته است. این حیوان در مناطق مختلف اوراسیا از ایرلند تا ژاپن زندگی می‌کرد. حدود 400,000 سال پیش تکامل یافته و در حدود 5,000 سال پیش از میلاد منقرض شده است. چون بیشتر فسیل‌های این جانور در ایرلند پیدا شده، به این نام شناخته شده است. قد گوزن ایرلندی به 2 متر و 10 سانت می رسید. همچنین دارای شاخهای بزرگی بوده که هر یک به 3.6 متر طول و وزن آنها به 40 کیلوگرم نیز می رسید.
عمر جدیدترین بقایای به دست آمد از این حیوان تا 7700 سال پیش تخمین زده می شود. بس در مورد دلیل انقراض آنها بیشتر بر روی اندازه شاخه‌هایشان متمرکز است. برخی معتقدند شکار به وسیله انسان عامل اصلی انقراض گوزن ایرلندی است. بز کوهی اسپانیایی. این بز یکی از 4 زیرگونه از بز ایبری اسپانیایی که در شبه جزیره ایبری یافت شد می باشد. قد این بز به 60 تا 76 سانتی متر در شانه و دارای وزن 24 تا 80 کیلوگرم بود. این حیوان از علف‌ها و گیاهان تغذیه می کرد. گفته می شود تعداد آنها به 50,000 می رسید، اما در اوایل دهه 1900 تعداد آنها به کمتر از 100 کاهش یافت. انقراض این حیوان ممکن به دلایلی چون شکار غیرقانونی و ناتوانی در رقابت با سایر حیوانات برای به دست آوردن غذا و زیستگاه باشد. آخرین بز کوهی اسپانیایی در سال 2000 بر اثر افتادن از درخت در شمال اسپانیا جان باخت. کبوتر مسافر. کبوتر مسافر یکی از پرندگان بومی آمریکای شمالی است که از اوایل قرن 20 منقرض شد. تخمین زده می شود که بین 3 تا 5 میلیارد کبوتر مسافر هنگام ورود اروپایی ها به آمریکای شمالی در ایالات متحده ساکن بودند. در شهر یا جنگل ورود دسته کبوتران یک منظره تماشایی را رقم میزد. طوفان از پر تعبیری است که برای توصیف این منظره به کار برده شده است. طبق مشاهده های توصیف شده، رسیدن این پرندگان به آسمان شهر آفتاب را محو می کرده است. 2 ساعت را در بر می گرفت تا که نهایتاً آنها از آسمان عبور کنند. این پرنده به سبب شکار از روی زمین از بین رفته است، اما زمان فراوان‌ترین گونه پرندگان در آمریکای شمالی یا شاید در جهان بود. در قرن 19 گوشت این کبوتر به عنوان یک غذای ارزان برای فقرا تجاری شد که منجر به شکار بیش از حد آنها گردید. شکارچیان کبوتران را با تیر می‌زدند و به دام می‌انداختند. گاهی با سنگ به پرندگان حمله و یا آنها را مسموم می‌کردند. در برخی مواقع نیز بیرحمانه درختان را که این پرندگان بالای آن لانه ساخته بودند به آتش می‌کشیدند. چوچه ها به اثر زمین افتادن می‌مردند و پرندگان بزرگتر در حال سوختن جان می‌دادند. پلنگ تاسمانی. پلنگ تاسمانی یا گرگ تاسمانی یکی از حیوانات بومی استرالیا، تاسمانی و گینه نو است. پلنگ تاسمانی موجود کیسه‌دار گوشتخوار بود. این موجود مربوط به پلنگ ها نبود، اما خطوط های تیره بر روی بدنش ظاهر پلنگ مانند به آن می‌بخشید. ارتفاع این حیوان 60 سانتی متر، طول آنها 125 سانتی متر و دارای دم به اندازه 50 سانتی متر بود. آنها از پرندگان و حیوانات کوچک دیگر تغذیه می‌کردند. رنگ آنها از زرد متمایل به قهوه‌ای تا خاکستری متغیر بود. گرگ تاسمانی پیش از ورود اروپاییان با استرالیا بسیار کمیاب بود یا به کلی منقرض شده بود، اما در تاسمانی در کنار چندین گونه بومی دیگر به حیات خود ادامه میداد. شکار بی‌رویه این حیوان دلیل اصلی انقراض این گونه دانسته می شود. آخرین گرگ تاسمانی شناخته شده در سال 1933 در جزیره تاسمانی زندگیری شد و در سال 1936 در باغوش هوبرت جان باخت. بعد از آن تا دهه 1960 گزارش‌های تایید نشده متعدد از مشاهده این جانور و کشف ردپاهایی که احتمالاً متعلق به گرگ تاسمانی بودند، احتمال بقای این حیوان را قوت می‌بخشید، تا اینکه در سال 1986 با گذشت 50 سال از مرگ آخرین بازمانده، انقراض آن تایید شد. ماموت پشمی. ماموت پشمی گونه‌ای از فیل منقرض شده است که در طی میلیون‌ها سال در اکثر قسمت‌های نیمکره شمالی زمین گسترش یافتند. اما وقت انسان نخست در اوراسیا و سپس در آمریکای شمالی پراگنده شد، ماموت‌ها منقرض شدند. این موجود بیش از 4 متر قد داشت و می توانست بیش از 6 تن وزن داشته باشد. عاج‌های خمیده آنها به راحتی می توانست تا 5 متر طول داشته باشد. ماموت‌ها به خوبی با اقلیم عصری یخبندان سازگاری یافته بودند و از این رو توانست پراگندگی گسترده‌ای در زیستگاه‌های اروپا، شمال آسیا و شمال آمریکا داشته باشد. ماموت پشمی آخرین گونه ماموت‌ها بود و حدود 10,000 سال پیش در بیشتر زیستگاه‌هایش منقرض شد.
اما جمعیت های کوچک از آنها تا حدود 5600 سال پیش در جزیره ورانگل و تا حدود 4000 سال پیش در جزیره سنت پاول توانستند به بقای خود ادامه دهند. ماموت‌ها که گونه از فیل‌های پشمدار ما قبل تاریخ محسوب می‌شوند، در حدود 4000 سال پیش منقرض شده‌اند. تغییرات اقلیمی گسترده در کنار شکار شدن توسط انسان‌ها از جمله عواملی بودند که در انقراض ماموت پشمی نقش داشتند. پلنگ دندان شمشیری. اسماعیلدون که به نام پلنگ دندان شمشیری یاد می شود، یک عضو منقرض شده از خانواده پشک‌ها و زیر خانواده دندان خنجری‌ها است. این حیوان فوق‌العاده خاص بیش از 30 میلیون سال بر روی کره زمین زیسته است. دندان‌های نیش بالایی در این حیوان در بعض از گونه‌ها تا حدود 20 سانتی متر هم می‌رسید. پلنگ‌های دندان شمشیری قادر بودند کارواره‌های خود را تا 120 درجه باز کنند. این ویژگی آنها را به یک شکارچی بی‌نظیر در شکار گیاهخواران بزرگ مانند گاومیش آمریکایی، شتر و فیل‌ها تبدیل می‌کردند. در واقع به دلیل این ویژگی پلنگ‌های دندان شمشیری نسبت به پلنگ‌ها و شیرهای کنونی در کشتن طعمه‌های بزرگ موفق‌تر عمل می‌کردند. اسماعیلدون حدود 10,000 سال پیش منقرض شد. برخی از دانشمندان تغییرات اقلیمی که در پایان عصر یخبندان رخ داد را عامل انقراض این حیوان می‌دانند. کوسه مگالودون. مگالودون یک گونه منقرض شده از کوسه ها است که میان 23 تا 3.6 میلیون سال پیش در دریاها و اقیانوس‌ها زندگی می‌کرد. مگالودون از جمله بزرگترین شکارچی دریایی در تاریخ محسوب می شود و بنابر تخمین‌ها حداکثر طول این گونه کوسه حدود 18 متر بوده، اما به طور میانگین حدود 10.5 متر طول داشته است. وزن این موجود بین 13 تا 30 تن بود. مگالودون به معنی بزرگ دندان هست. این نام بر اساس دندان‌های 20 سانتی متری این کوسه انتخاب شده است. این جانور از انواع نهنگ‌ها، دلفین‌ها و حتی سنگ‌پشت‌های دریایی بزرگ تغذیه می‌کرد. با اینکه سنگ‌پشت‌های آن زمان لاک بسیار بزرگ و مقاوم داشتند، هرگز نمی‌توانستند در برابر فشار 10 تنی آرواره مگالودون مقاومت کنند. مگالودون حدود 3.6 میلیون سال پیش همزمان با آغاز تدریجی عصر یخبندان منقرض شد، زیرا این جانور احتمالاً نمی‌توانست با شرایط آب‌های سرد سازگاری پیدا کند و سوی دیگر تغییرات اقلیمی سبب مهاجرت موجودات دریایی به سمت مناطق قطبی شد که مگالودون از آن تغذیه می‌کرد. نبود غذا نیز یکی از عوامل انقراض بزرگترین کوسه جهان است. سپاس از این که با ما همراه بودید. برای دریافت جدیدترین ویدیوها صفحه ما را لایک و سابسکرایب نمایید.